سلام به شما شنوندگان عزیز چینل صدای عشق. خیلی خوش آمدید به جایی که قصه ها فقط روایت نمی شوند بلکه حس می شوند. امشب با داستانی همراه شما هستیم که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما در دل خودش رازهایی دارد از تنهایی، امید و گفتگویی که هر کدام از ما شاید بارها با خودمان داشته ایم. قصه دختری به نام حنیفه. دختری که در سکوت برای آینده خودش نامه می نوشت، بی آنکه بداند روزی همین کلمات راه نجاتش خواهند شد. اگر تا حالا شده در دلتان حرفی داشته باشید که نتوانید به کسی بگویید، اگر لحظاتی را تجربه کرده اید که احساس کرده اید هیچ کس شما را نمی‌فهمد، این داستان برای شماست. پس با ما بمانید و بگذارید صدای این قصه آرام در دلتان جاری شود. در گوشه اتاقی که پنجره‌اش رو به کوچه باریک و خاکالود باز می‌شد، دختری میزیست که دلش مثل آسمان کابل هم آفتاب داشت و هم ابر. نامش حنیفه بود، نه آنقدر بزرگ که دنیا را تمام و کمال بفهمد و نه آنقدر کوچک که از دردهایش چیزی نداند. کوچه‌شان همیشه بوی خاک نمخورده میداد، مخصوصاً وقتی بارانهای سبک بهاری میبارید و کودکان با پای برهنه در گودالهای آب میدویدند. حنیفه از پشت پنجره نگاهشان میکرد. لبخند میزد، اما لبخندش همیشه نیمه تمام میماند، مثل جمله‌ای که آخرش ناگفته قطع شده باشد. حنیفه یک راز داشت، رازی که نه مادرش میدانست، نه همسایه‌ها و نه حتی صمیمی‌ترین دوستش مژگان. او برای خودش نامه می نوشت. نه، اشتباه نکن، این نامه ها برای کسی نبود که بخواند، نه برای دوستی، نه برای معشوقی و نه برای خداوندی که همه چیز را می داند. این نامه ها برای آینده خودش بودند، برای حنیفه‌ای که هنوز نیامده بود اما جایی در راه بود. هر بار که دلش می گرفت یا وقتی چیزی در قلبش سنگینی می کرد که نمی توانست با کسی شریکش سازد، قلمش را بر می داشت، کاغذی می کشید و می نوشت: سلام حنیفه آینده. نمیدانم وقتی این را می خوانی حالت چطور است، اما امروز دل من خیلی تنگ است. کلماتش ساده بودند اما راست، بی پرده، بی ریا. گاهی اشکهایش روی کاغذ میچکید و مرکب را پخش میکرد طوری که بعضی جملات دیگر خوانده نمیشدند، اما شاید همانها مهمترین حرفها بودند. او همه نامه‌ها را در یک جعبه چوبی کهنه میگذاشت، جعبه‌ای که از مادر کلانش به یادگار مانده بود، با نقش‌های کمرنگ و خط خورده که انگار قصه‌های قدیمی را در دلش نگه داشته باشد. قفل نداشت، اما حنیفه همیشه آن را زیر تختش پنهان می‌کرد، طوری که هیچ کس به آن دسترسی نداشته باشد. زندگی حنیفه مثل همه آدم‌ها ساده نبود. پدرش سالها پیش رفته بود. نه اینکه مرده باشد، نه، فقط رفته بود. آنقدر دور که دیگر خبری از او نمی‌رسید. مادرش زن صبوری بود، اما غم در چین‌های پیشانیش جا خوش کرده بود. او همیشه می گفت: دخترم، زندگی همینطوری است، یک روز بالا، یک روز پایین، مهم این است که خودت را گم نکنی. اما حنیفه گاهی فکر می کرد خودش را گم کرده است. در مکتب شاگرد خوبی بود. معلم‌ها دوستش داشتند، اما همسنفی‌هایش نه همیشه. بعضی روزها می‌گذشت که کسی با او حرف نمی‌زد. بعضی وقتها هم زمزمه‌هایی می‌شنید که دلش را می‌شکست، هرچند وانمود می‌کرد که نشنیده است. یک بار وقتی تازه 16 ساله شده بود، نامه‌ای نوشت که از همه طولانی‌تر بود. آن شب باران شدیدی می‌بارید و صدای قطره‌ها روی بام حلبی مثل ضربان تند یک قلب بیقرار بود. در آن نامه نوشت: حنیفه آینده، اگر هنوز هم اینقدر تنها هستی، بگو برای چه ادامه دادی؟
اگر دیگر تنها نیستی، بگو چگونه از این شبها گذشتی. گاهی حس می کنم هیچ کس مرا نمی فهمد، حتی خودم هم. وقتی نامه را تمام کرد، مدتی طولانی به آن نگاه کرد. بعد آهسته تا کرد و گذاشت داخل جعبه. آن شب برای اولین بار پیش از خواب زیر لب گفت: کاش یک روزی یکی جوابم را بدهد. روزها گذشتند و نامه‌ها بیشتر شدند. نامه‌هایی پر از خشم وقتی از بی‌عدالتی خسته می‌شد. نامه‌هایی پر از امید وقتی یک اتفاق کوچک دلش را روشن می‌کرد. و نامه‌های خاموش، آنهایی که فقط چند جمله داشتند اما سنگین‌تر از همه بودند. در یکی از همان روزها حادثه‌ای رخ داد که زندگی حنیفه را کمی دیگر تغییر داد. مادرش مریض شد. اولش یک سرماخوردگی ساده به نظر می رسید، اما کم کم شدیدتر شد. سرفه‌های پی در کی، ضعف و چشم‌هایی که دیگر آن برق همیشگی را نداشتند. حنیفه شبها کنار بسترش می نشست، دستش را می گرفت و بی صدا دعا می کرد. در همان روزها نامه‌ای نوشت که کوتاه بود اما دردناک. حنیفه آینده، اگر مادرم خوب شد، قول بده قدرش را بیشتر بدانی. و اگر نشد، نمیدانم بدون او چگونه زنده بمانی. آن شب وقتی نامه را در جعبه گذاشت، برای لحظه‌ای مکث کرد. دستش روی در جعبه ماند. انگار چیزی می‌خواست بگوید، یا شاید چیزی را حس کرده بود. اما چیزی نگفت. فقط در جعبه را بست. حنیفه نمی‌دانست که این جعبه خاموش روزی صدایی خواهد داشت. نمی‌دانست که کلماتش که حالا بی پاسخ در تاریکی خوابیده اند، روزی باز خواهند کرد. نه به عنوان خاطره، بلکه به عنوان نجات. او فقط می‌نوشت تا نفس بکشد. می‌نوشت تا فراموش نکند که هنوز زنده است. و در دلش جایی بسیار دور امیدی کوچک روشن بود، مثل چراغی در شب‌های بی‌پایان کابل، چراغی که هنوز خاموش نشده بود. زمستان آرام و بی صدا آمد، نه با هیاهو، بلکه مثل مهمانی که در را آهسته می‌بندد و در گوشه‌ای می‌نشیند. هوای کابل سرد شده بود، آنقدر که نفس کشیدن هم گاهی بوی یخ می‌داد. شاخه‌های خشک درختان در بادهای صبحگاهی صدا می‌دادند. صدایی شبیه نجوا، شبیه حرف‌هایی که نیمه کاره مانده باشند. خانه حنیفه دیگر آن گرمای پیشین را نداشت. مادرش هنوز بیمار بود، اما نه مثل روزهای اول. حالا بیماریش به سکوتی کشدار تبدیل شده بود. نه کاملا خوب، نه آنقدر بد که امید را یکسره خاموش کند. میان این حنیفه روزها را سپری می کرد، با چشمانی که زودتر از سنش خسته شده بودند. دیگر کمتر می نوشت. نه اینکه حرفی نداشته باشد، بلکه انگار کلماتش ته کشیده بودند. هر بار که کلم را بر می داشت، صفحه‌ای سفید می ماند. و او حس می کرد درونش چیزی گیر کرده که راه بیرون آمدن را بلد نیست. جعبه زیر تخت همانجا بود، اما مدتها می شد که درش باز نشده بود. یک عصر وقتی آسمان رنگ خاکستر گرفته بود و نور روز آهسته عقب می نشست، برق خانه قطع شد. اتاق در نیمه تاریکی فرو رفت. مادرش خواب بود و صدای نفسهایش آهسته و ناپیوسته بالا می آمد. حنیفه شمعی روشن کرد. شعله کوچک سایه ها را روی دیوار به حرکت آورد، مثل خاطره هایی که آرام جان می گیرند. بیان که بداند چرا، خم شد و جعبه را از زیر تخت بیرون کشید. گرد و غبار نازکی روی آن نشسته بود. انگشتش را روی سطح چوبی کشید و ردی باریک باقی ماند. ردی که انگار می گفت وقت دیدار رسیده. در جعبه را آهسته گشود.
بوی کاغذ کهنه و مرکب خشک شده در فضا پخش شد. بویی که نه خوش بود و نه ناخوش. فقط آشنا بود. بسته‌های نامه یکی روی دیگری قرار داشتند. بعضی تا خورده، بعضی با گوشه‌های خمیده و بعضی هنوز صاف و مرتب. برای لحظه‌ای تردید کرد. بعد یکی را برداشت. سلام حنیفه آینده. صدایش آرام بود، اما واضح. نامه را با صدای بلند نمی‌خواند، اما در ذهنش کلمات طنین می‌انداختند. آنقدر زنده که گویی کسی در کنارش نشسته و همانها را برایش می‌گوید. در آن نامه از روزی نوشته بود که در مکتب احساس بیگانگی کرده بود. از سکوتی که میان او و دیگران فاصله انداخته بود. از تلاشی که کرده بود تا لبخند بزند. اما لبخندش بر نگشته بود. حنیفه نفس عمیقی کشید. نامه دیگری برداشت. این یکی از شبی بود که با مادرش خندیده بودند. بی هیچ دلیل خاصی. فقط به خاطر یک اشتباه کوچک در آشپزی. در آن نامه نوشته بود: اگر این لحظه را فراموش کردی، دوباره بخوان. چون خوشبختی همیشه بزرگ نیست. گاهی همینقدر ساده است. لب‌های حنیفه بی اختیار حرکت کرد. نه خنده، نه گریه. چیزی میان این دو. نامه‌ها را یکی یکی باز می‌کرد. هر کدام دری بود به زمانی که گذشته، اما حالا دوباره نفس می‌کشید. او خودش را در میان کلمات پیدا می‌کرد. نه آنطور که اکنون بود، بلکه آنگونه که در لحظات مختلف زیسته بود. در یکی از نامه‌ها دختری را دید که پر از امید بود. در دیگری کسی که از همه چیز دلزده شده بود. گاهی خودش را می‌شناخت، گاهی احساس می‌کرد با غریبه‌ای روبروست که تنها نامش را با او شریک است. اما نکته‌ای بود که کم کم در دلش شکل گرفت. او در هیچ کدام از آن لحظات کاملاً تسلیم نشده بود. حتی در تاریک ترین جمله‌ها رگه‌ای از ایستادگی وجود داشت. مثل نخ نازکی که همه چیز را به هم وصل نگه داشته باشد. زمان گذشت، اما حنیفه متوجه نشد. شمع کوتاه‌تر شده بود و موم ذوب شده روی سطح میز پخش می‌شد. بیرون باد شدت گرفته بود و صدایش از لای درز پنجره‌ها عبور می‌کرد. دستش به نامه‌ای خورد که با بقیه فرق داشت. کاغذش سفیدتر بود، تا خوردگیش منظمتر و عجیبتر از همه، او به یاد نمی آورد که آن را نوشته باشد. ابروهایش در هم رفت. آهسته آن را باز کرد. دستخط شبیه دستخط خودش بود، اما نه دقیقاً همان. انگار نسخه‌ای آرامتر، مطمئنتر از همان حروف. نخستین خط را خواند. سلام حنیفه. امروز. قلبش تندتر زد. نه حنیفه آینده، نه حنیفه دیروز. حنیفه امروز. نفسش را نگه داشت و ادامه داشت: میدانم که باورش برایت سخت است، اما این نامه را تو نوشته‌ای، نه در گذشته، بلکه در زمانی که هنوز به آن نرسیده‌ای. حنیفه سرش را بلند کرد. به اطراف نگاه کرد. گویی کسی را جستجو می کند. هیچ کس نبود. فقط شعله لرزان شمع. دوباره به کاغذ خیره شد. اگر این را می‌خوانی، یعنی به نقطه‌ای رسیده‌ای که دیگر از درون خسته شده‌ای. جایی که حتی کلمات هم کم می‌آورند. من این را می‌دانم، چون از همان جا آمدم. اشک بی صدا از گوشه چشمش سرازیر شد. کلمات ادامه داشتند. تو فکر می‌کنی که تنها مانده‌ای. فکر می‌کنی هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. اما بگذار رازی را برایت بگویم. همین روزهایی که از آنها خسته‌ای دارند تو را می‌سازند. آهسته، بی صدا، اما عمیق. حنیفه دستش را روی سینه‌اش گذاشت. ضربان قلبش را حس می‌کرد. سریع، نامنظم. روزی خواهد رسید
که دوباره میخندی، نه از روی اجبار بلکه از ته دل. روزی که به عقب نگاه میکنی و میفهمی این تاریکی فقط گذرگاهی بوده، نه مقصد. شمع کمی لرزید. سایه ها روی دیوار تکان خوردند. مادرت، حنیفه مکث کرد. چشمانش روی این کلمه ماند. او قوی تر از آن است که فکر می کنی. و تو هم. نفسش لرزید. جعبه را نگه دار. نه به خاطر گذشته، بلکه به خاطر اینکه بدانی همیشه راهی برای بازگشت به خودت وجود دارد. آخرین خط. با مهر. از جایی که هنوز نرسیده ای. حنیفه برای مدت طولانی بی حرکت نشست. نه می توانست توضیحی پیدا کند و نه می توانست انکار کند آنچه که حس کرده بود. نامه را چند بار دیگر خواند. هر بار کلمات همان بودند، اما اثرشان عمیق‌تر می شد. آیا این واقعاً از آینده آمده بود؟ یا بخشی از خودش که تا حالا خاموش بوده، حالا صدا پیدا کرده بود؟ پاسخی نداشت. اما چیزی در درونش تغییر کرده بود. احساس کرد که آن سکوت سنگین کمی سبکتر شده است. نه اینکه همه چیز حل شده باشد. نه. اما مثل این بود که در یک اتاق بسته پنجره‌ای کوچک باز شده باشد. هوای تازه، هرچند اندک، وارد شده بود. او نامه را به آرامی تا کرد و جدا از بقیه گذاشت. نه در ته جعبه، بلکه نزدیک به خودش. آن شب پیش از آن که بخوابد، قلم را برداشت. مدتها بود که صفحه سفید مانده بود. اما این بار کلمات آمدند. نه با هجوم، بلکه آرام، پیوسته. نوشت: سلام حنیفه آینده. امشب برای اولین بار حس کردم که شاید تو هم صدایم را میشنوی. لبخندی کوچکی بر لبش نشست. کوتاه اما واقعی. بیرون باد هنوز میوزید. اما در دل حنیفه چیزی تازه شروع شده بود. نه یک معجزه بزرگ، بلکه حرکتی آرام، شبیه جوانه‌ای که زیر برف راه خود را پیدا می کند. بهار آهسته و بی ادعا از راه رسید. نه با شکوهی که چشمها را خیره کند، بلکه با نشانه‌های کوچک. جوانه‌ای که از میان خاک سر برآورد، پرنده‌ای که صبح زود آواز تازه‌ای خواند و نوری که دیگر سرد و بیروح نبود. کابل رنگی دیگر به خود گرفت. نه کاملاً شاد، اما دیگر همان سنگینی زمستان را نداشت. در خانه حنیفه هم چیزی تغییر کرده بود. مادرش هرچند هنوز ضعیف، اما بهتر شده بود. سرفه‌ها کمتر، نفس‌ها آرامتر، گاهی حتی لبخندی کوتاه بر لبش می نشست. همان لبخندی که حنیفه مدتها در انتظارش بود. اما بزرگترین دگرگونی در درون خود حنیفه رخ داده بود. او دیگر آن دختر خاموش و فرو رفته در خود نبود. نه اینکه همه چیز برایش ساده شده باشد، نه. دنیا هنوز همان بود با همه سختی‌ها و پیچیدگی‌هایش. اما نگاه او تغییر کرده بود. او دیگر فقط تحمل نمی‌کرد. می‌دید، می‌فهمید و آهسته راه خودش را پیدا می‌کرد. جعبه چوبی همچنان همانجا بود، اما دیگر یک شیء پنهان نبود. حنیفه آن را از زیر تخت بیرون آورده و روی تاقچه گذاشته بود، جایی که نور روز به آن می رسید. دیگر از آن نمی ترسید. دیگر آن را فقط مخزن دردهایش نمی دید، بلکه گنجینه‌ای می دانست از رد مسیرش. نامه ها همچنان زیاد بودند، اما حالا ترتیب داشتند. بعضی را با نخ بسته بود، بعضی را جدا کرده و آن نامه عجیب، همان که از آینده آمده بود، آن را در میان یک پارچه نازک پیچیده و کنار گذاشته بود.
نه به عنوان یک راز ترسناک، بلکه به عنوان نشانه‌ای از چیزی که هنوز کامل درکش نکرده بود. روزها می‌گذشتند و حنیفه به زندگی برمیگشت، اما نه مثل قبل. در مکتب هنوز هم گاهی سکوت میان او و دیگران فاصله میانداخت. اما این بار او از آن سکوت نمی‌گریخت. آموخته بود که بعضی فاصله‌ها بخشی از رشد هستند، نه نشانه کم بود. با مژگان بیشتر صحبت می‌کرد، نه از روی اجبار، بلکه از روی انتخاب. حرفهایش دیگر فقط گلایه نبود، گاهی از امید می‌گفت، از فکرهایی که تازه در ذهنش جوانه زده بودند. یک روز وقتی از مکتب برمیگشت، در کوچه ایستاد. همان کوچه قدیمی با همان خاک و همان دیوارهای ترک خورده. اما نگاهش فرق کرده بود. او دیگر فقط عبور نمی کرد. توجه می کرد. به صدای خنده کودکی که از دور می آمد. به زنی که ظرف آب را با احتیاط حمل می کرد. به پیرمردی که روی چوکی چوبی نشسته و به جایی نامعلوم خیره شده بود. زندگی همان زندگی بود، اما او حالا آن را می دید. یک عصر وقتی آفتاب در حال پایین رفتن بود و سایه ها کشیده تر از همیشه شده بودند، حنیفه تصمیم گرفت کاری بکند که مدتها در دلش مانده بود. او می‌خواست به آن نامه پاسخ بدهد. نه به عنوان کسی که منتظر آینده است، بلکه به عنوان کسی که حالا می‌فهمد آینده از درونش می‌گذرد. کاغذی تازه برداشت. قلم را در دست گرفت. برای لحظه‌ای به سکوت گوش داد. نه سکوتی خالی، بلکه سکوتی که پر از معنا بود. و نوشت: سلام. نمیدانم دقیقاً تو کی هستی. آینده من یا صدایی از درونم. اما حالا دیگر برایم مهم نیست. چون فهمیدم که هر دو یکی هستید. وقتی نامه‌ات را خواندم، فکر کردم که معجزه‌ای رخ داده. شاید هم رخ داده بود، اما نه از آن نوعی که آسمان را بشکافد، بلکه از آنی که دل را آرام می کند. تو درست گفتی. این روزها مرا ساختند. نه به صورت ناگهانی، بلکه آهسته. مثل آبی که سنگ را نرم می کند. من هنوز کامل نیستم. هنوز هم می ترسم. هنوز هم گاهی خسته می شوم. اما دیگر از این حالتها فرار نمی کنم. یاد گرفتم که بمانم، که نگاه کنم، که بفهمم و مهمتر از همه یاد گرفتم که خودم را تنها نگذارم. اگر واقعاً در آینده هستی، امیدوارم وقتی این را می‌خوانی لبخند بزنی. نه به خاطر اینکه همه چیز بی‌نقص شده، بلکه به خاطر اینکه ما راه را پیدا کرده ایم. حنیفه مکث کرد. بعد آخرین جمله را نوشت: با مهر، از جایی که بالاخره خودم را دیدم. وقتی نامه را تمام کرد، آن را تا نکرد. مدتی به آن نگاه کرد، مثل کسی که برای اولین بار تصویر خودش را در آینه‌ای صاف می‌بیند. بعد برخلاف همیشه آن را در جعبه نگذاشت. بلند شد، به طرف پنجره رفت و کاغذ را در برابر نور نگه داشت. نور از میان آن عبور می‌کرد، کلمات را روشن‌تر نشان می‌داد. برای لحظه‌ای به این فکر افتاد که شاید این نامه را بفرستد، اما نه به پست، نه به آدرسی مشخص. او نامه را به آرامی روی تاقچه گذاشت، در کنار جعبه، جایی که هر روز بتواند آن را ببیند. شب که فرا رسید، آسمان صاف بود. ستاره‌ها یکی یکی ظاهر شدند، مثل نقطه‌هایی از نور در تاریکی وسیع. حنیفه روی بسترش دراز کشیده بود. مادرش در اتاق کناری خوابیده بود. نفسهایش آرام و منظم. او چشمهایش را بست. برای اولین بار بعد از مدتها ذهنش پر از هیاهو نبود. نه اینکه هیچ فکری نداشته باشد، بلکه افکارش دیگر با هم نمی جنگیدند. هر کدام در جای خود نشسته بودند. مثل قطعاتی که بالاخره در کنار هم معنی پیدا کردند. او به آینده فکر کرد، نه با اضطراب،
بلکه با نوعی کنجکاوی آرام. دیگر نمی‌خواست همه چیز را بداند. فقط می‌خواست ادامه دهد. روزها گذشتند و نامه‌ها هنوز نوشته می‌شدند، اما حالا شکلشان فرق کرده بود. دیگر فقط برای دردها نبودند. گاهی برای شکرگزاری بودند. گاهی برای ثبت یک لحظه ساده و گاهی فقط برای گفتن اینکه من هنوز اینجا هستم. جعبه چوبی دیگر خاموش نبود. نه به این معنا که صدا میداد، بلکه به این معنا که شنیده میشد. حنیفه دیگر منتظر پاسخ از بیرون نبود. او یاد گرفته بود که بعضی پاسخها در همان لحظه‌ای که سؤال را صادقانه میپرسی، در درونت شکل میگیرند. سالها بعد، شاید خیلی دور، شاید هم نه آنقدر دور، کسی ممکن است آن جعبه را باز کند. شاید خود حنیفه در زمانی دیگر. شاید کسی که هنوز به دنیا نیامده. اما هر که باشد، وقتی آن نامه‌ها را بخواند، چیزی را حس خواهد کرد که در هیچ کتابی نوشته نشده. اینکه انسان حتی در تنهاترین لحظاتش کاملاً تنها نیست، اگر جرأت کند با خودش صادق باشد. و در آن خانه ساده، در میان دیوارهایی که شاهد روزهای سخت و آرام بودند، دختری زندگی می‌کرد که دیگر از تاریکی نمی‌ترسید. نه به این خاطر که تاریکی از بین رفته بود، بلکه به این خاطر که او چراغی در دل خود یافته بود. چراغی که با هر کلمه روشن‌تر می‌شد. و این بود داستان امشب ما. داستانی از دل سکوت، از دل درد و از نوری که آرام و بی صدا در تاریکی متولد می شود. حنیفه شاید یک شخصیت در این قصه باشد، اما حقیقت این است که هر کدام از ما جایی در زندگیمان شبیه او بوده ایم. با حرف‌هایی ناگفته، با سؤال‌هایی بی جواب و با امیدی کوچک که هنوز خاموش نشده. شاید مهمترین چیزی که این داستان به ما یادآوری می‌کند این باشد که گاهی لازم نیست کسی از بیرون بیاید تا ما را نجات دهد. گاهی فقط کافی است صدای درونمان را بشنویم. اگر این داستان را دوست داشتید، حتماً چنل صدای عشق را دنبال کنید و این قصه را با کسانی شریک کنید که فکر می‌کنید به شنیدنش نیاز دارند. ممنون که تا پایان همراه ما بودید. تا داستانی دیگر، شبی آرام و پر از نور برایتان آرزو می‌کنم.